بشنو از نی چون حکایت میکند، از جداگی ها شکایت میکند. یک نامه عجیب اومد. راستی من بسیار در تعجب افتادم و ندونستم چی گویم. و خوبش که این نامه رو یک جایه تحلیل میکنم. نامه چنین است: من صاحب 2 فرزند هستم. شوهرم در روسیه است، نمیگم از کجا. اما با خسور خوشتومنم زندگی میکنم. شب از شبها خوب بودم. خسورم به من دست دروزی کرد. وقتی من داد و فیغان کردم به همه گفتم، به من گفتند که تو دروغ میگی، تو مقصد داری که جدا شوی روی و بهانه جویی میکنی. بلو به سر خودم زد. اما در بین چند روز گذشت باز همین کار تکرار بود. شب از شبها خواب بودم، تیریزه کشوده شد بگود. خیستم، ترسیدم. دست آمد بگود، پایهای من رو قپید. بعد احساس کردم میگود که تلفن رو گرفتم و نوار گرفتم، سیامکه کردم. بعد داد و فیغان کردم. بعد نوار رو نشان دادم. خب بعد اویله جمع شدن، گفتن گریه و ناله کردن، گفتن که خیلی نمیدونه چی کار کردنشه. بحث کرده است. خیلی گفته توبه، من خودم نمیدونستم، در خودم نبودم. گفته بخشش پرسیدن وقتی که اثبات کرده است و شوهرش هم روان کرده اند. باز 3 بار همین حالت تکرار شد. باز داد و فیغان کردم. باز خوشتومنم باور نکرد. گفته است که گفتم برای من آب تیار کن، ساعت 1:30 شب است. عبادت میکند، گفت کتاب میخواند همه طرف. اما من چیکار کنم؟ اکنون شوهر من دیگر میگوید که من نمیخواهم بیام. این شرمندگی رو چگونه میبردارد؟ من 3 بارش رو برای شوهرم نگفتم. اما در بین ماندم، چی کار کردنم را نمیدونم. من گفتم من دنبالان نیستم که برای تو یک توصیه ایدیم یا چیزی. خلاص این رو بین میپرتویم. بین ما مردم دینی و دنیوی هستند. از این سبب تو کامنتاری ها رو میخونی، خوبش رو به خود میگیری و خوبش رو پس سر میکنی. من ماجرای بین پدر و پسر مانده میگه. چی کار کنم؟ آیا من گناهگار شدم؟ من در زندگی نمیدونم چی کار کنم. خلاص مرحمت، هر کس چی فکر دارد میتواند پیشنهاد کند، فقط با احتیاطانه مصلحت دید. من نمیدونم شاید مصلحتی کی رو میگیرد، اما مقصد اساسی ما است که خیلی ما چی گفتیم، هست حالت هایی که به فرزندهای خود دست دروزی کرده ایستادن. خیلی کلین چی است؟ و توصیه دادیم، چند توصیه‌ای که کلین ها گفتیم. وقتی که در خانه، وقتی که دیگر مردها هستند، کوشش کنید که لباسی تنگ نپوشید. کوشش کنید چیزهایی که من نمیدونم چی صدا است، چی رفتار است، چی گفتار، همش یعنی جلب کننده نباشد. اون چیزهایی که فقط برای شوهرتان هست. در اصل واقعی ما راستی بیخبر هستیم و هستند بعداً کلین های بی پروایی که من نمیدونم آنگونه میگردن. خیلی مرد است، من نمیدونم آنگونه میگردن، شاید گفته نمیتوانم. یعنی که فهمیدید در یک حالتی که گویا همه خودی اما باز پس این هم هست. انا همین چیزهای احتیاط کنید. و اینها چیزهای پیشگیری است. همین قند رو که کشودیم، برای یگو کسیم قندی کشوده به سلفنج احتمال است که کسی وای کند، اما قندی پوشیده رو تازه است. برای همون کوشش کنید همین چیزها نزد مردینه ها، چی برادران شوهراتون است، چی هر کسی که هست، در همون حالت نکنید لباس های تنگ یا به اون چیزی که هست هر جا نمایان. من بسیار گفتنی دارم. برای همون ما از اصل واقعیت بیخبر هستیم، نمیدونیم اونجا چی حال باشه. شاید همین گفته های ما باشه، شاید نباشد، شاید
умурсафед аз ақл берун шуда ва шояд ҳолатҳош бисёр аст, аммо инро мо барои он гуфтем ки пешгирӣ шавад. Ин ҳолатҳо зиёд мешавад, пешгирӣ шавад ки байни инҳо нофаҳмоӣ нашавад. худро эҳтиёт кунед. шуморо дӯст медорем ва то барномаҳои дигар.